بزرگان گفتند، ما تکرار میکنیم. دلارام باشد، دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن زنی بد خدایا پناه. زنی خوبی فرمان بری پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. بیرو پنج نوبت بزن بر درت، چو یار موافق بود در برد. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. کی را خانه آباد و هم خواب دوست، خدا را برحمت نظر سوی اوست. چو مستروی باشد زنی خوب روی، بدیدار او در بهشت است شوی. تی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به یا در خانه جنگ. به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه دیدن بر ابرو گره. سفر عید باشد بران کس خدا، که بانوی زیشتش بود در سرا. چو زن راه بازار گیرد بزن، اگر نه تو در خانه بنشین چو زن. اگر زن ندارد سوی مرد گوش، سر و ویل کولش در مرد پوش. زنی را که جهل است و ناراستی، بلا را بر سر خود مزن خواستی. چو در روی بیگانه خندید زن، دیگر مرد گو لاف مردی مزن. گریز از کفشش در دهانی نهنگ، که مردن به از زندگانی بننگ. در حقیقت این پرچه های شعری را که خوانده ایم سر و سر پر از معنی و درس و عبرت است برای زنان ما، که در زندگی بسیاری مناقشه ها از جانب زنان است و امروزه صحبت همان در اطراف این است. سلام و عرض میکنیم به شما عزیزانی که این دم گوش بر صدای ما دارید. باز در برنامه بزرگان گفتن ما تکرار میکنیم قرار داریم. دلور سفرف هستم. تشکر میخوانم از شرکت افسر برای دستگیری چنین برنامه ها. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن زنی بد خدایا پناه. در حقیقت آنانی که در خانه زنی خوب و فرمان بردار دارند، بگد زنی خوب و فرمان بری پارسا، کند مردی درویش را پادشاه. در ما هم هست میگه مرد را مرد میکند زن، نامرد میکند هم زن. شنیده ایم کی را خانه آباد و هم خواب دوست، خدا را برحمت نظر سوی اوست. خوش به حالشان که آن زن و شوهری که همچون دوست هستند دایما، خدا نظر کرده است. به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه دیدن به ابرو گره. به خانه وارد بشوی با قباقهای کشال زن، هنگامی که غدغدهای زن را بشنوی زندان قاضی به هست میگوید تا بر خانه درآیی که در ابروی زن گره هست. زندان قاضی میگوید آن گونه زندان ها نیست است که در راحت هستند. تلویزی رو این و آن یک چقوری کلان میکفتن که انسان نشستن نمیتانست، دایما راستا بود و خوراک هم یک مقدار معین میدادن که شاید اون تنها به خاطر جان ندادنش بود. همان زندان به هست که خانه درای ابرو کشال باشد. همسران، زنان عزیز، راستی طعنه هم نیست، تنقید هم نیست یا چیزی دیگر. شما باید در عرفیت بگن پسیخولوگ باشید. شما باید چون دل فرزند را میدانید دل شوهر را باید بفهمید. نکند خدایی که بگوید که ای من از تو چی دیدم یا چیزی دیگر.
عمرباد چون میگوید زن 80 سال عبادت میکند، تمام روزش را با روزداری میگیرد و خم میشود، میانش عموما کلان به عبادت است، به خاطر یک سخن همش پس سر میشود. من از تو چی دیدم یا چیزی دیگر؟ بنابراین احتیاط باشید. دیدید که شوهر خسته از کار آمد، با تب بالیده، بگذار با عیب باشد. یا بسیاری ها میگویند که این و آن شوهرمون. من مفصل تر اگر نگویم، شما با رفتار خوب عمل کنید، من باور دارم. همین رو چندین بار میگفتیم. شما تصور کنید که نسبت یک انسان بدی میکنیم، نسبت یک انسان ناحقی میکنیم، ناآدمی میکنیم، لیکن اون میداند بر زمین این باشد، با ما تبسم میکند و کارهای خوب میکند و باز دستمان را میگیرد. بمانند که یک کس را حقارت میکنیم، بعدن او باشد رحمت میگوید و تبسم میکند یا چیز دیگر. باور کنید خودمون شرم میداریم. روز نه روز میبینید که پشیمان میشود و خود توبه کردن نزد شما دوام میآید. در دنیا دو قوه است، یکیش عقل است و دیگرش شمشیر، لیکن اکثر عقل شمشیر را غالب برآمده است. دل را غلام عقل کنید، نه عقل را غلام دل، چون گفتیم دل هر چی میخواهد، بعدن که عقل به کار در آمد پشیمانی میآورد. به خاطر هر چیز و ناچیز نسبت یک دیگر دل خنکی نکنید. یک قصه عجایب بود، راستی کمی از خاطر هم بر آمد که تا خواستم اون رو برای شما نقل بکنم که درباره زنی که در حقیقت زیبا بود، شوهری داشت که شوهرش یعنی گردش بوک بود، میگوید نقص داشت، به نهایت بی‌زیب بود، سیکه و صورت نداشت. زن که بر زمین احترامش را میکرد، این مرد از خود رفته بود، میگوید پورا در یادم نیست این حکایه و کوشش میکنم این رو پیدا کرده روزهای نزدیک برای شما نقل بکنم، لیکن مهم نیست. من از دوستم هم مثال میارم که برای جای عوض کنی یا جای نشینی، بعدن که به خانه آمدیم به من گفت که تو حق نداری که به من فرماندهی یا چیکار کنم یا چیزی دیگر. همین سبب دومش هم که چون بسیار دوستان هستند که وقتی که میپرسان میشویم همش از سبب چار گفتنی نسبت شوهر است. در رو بر رو ای زنان خواهران عزیز، فراموش نکنید همه شما را ما دوست می‌داریم، از دوست داری میگوییم که نسبت شوهرها چار نگویید، زیرا شما از بسیار حقوقهای خود بخبر هستید. این معنی آن را ندارد که چون میگویند باید برابر مرد باشید، بعدن کارهایی هست که به مرد اجازت از جایزه است و برای زنان کلن این نشانه آن را ندارد که مرد هر کاری کند شما برعکس او باید همون کار را هم کنید. نه از این چیزا خودداری کنید. بگید شکر بگید، شکر نعمت ترزون کند، کفر که کردی از کفت بیرون کنید. اینها همش نعمت هستند، شوهر و فرزند و دولت و دیگر. خواهر عزیز، در زندگی آسوده حال و رضامند باش. هر وقت غم و اندوه بسرت بیاید، پس بدان که آن کفارت گناههایت هست. اگر یکی از فرزندانت را از دست دادی، پس بدان که وی با مدد خداوند یکتا برایت شفاعت کننده است. و اگر درد و بیماری در بدنت پیدا شد، پس بدان که در نزد پروردگار ثواب خواهی گرفت. گرسنگی و بیماری و فقیری دستنگی در نزد خداوند همه اجر و پاداش خود را دارند و خداوند مهربان چیزی را ضایع و بیهوده نمیگرداند. خدا این ثواب و پاداش را مانند امانت حفظ کرده در آخرت به صاحبانشان بر میگرداند. بزرگ گفته است نیابد مرد جاهل در جهان کام، ندارد بوی و لذت میوه خام. مشف چون میوه های نارسیده، سقط هرگز نباشد چون گزیده. سقط باشد در این باغ آنچه خامند، حکیمان میوه های خوش طعامند. تو رو لذت ز علم است از عمل بوی، کمالیت ز علمی با عمل جوی.
چه خواهی تا که یابی دانش و خوش، کنون پندی حکیمان را فراموش. بخشش و هدیه های خداوند را که برایت عطا کرده است کو بیشمار؟ مادر مهربان، چون صبح از خواب برمیخیزی کسانی را به خاطر بیاور که آفتاب بی‌غبار صبح این روز مثل تو بر سر آنها نیز نورپاشی دارد، ولی آنها یا از جهت تنگ دستی و گرسنگی یا به سبب مرحومی و گرفتار بودن در زندان یا از لحاظ مصیبت دچار آمدند اندوه به دل دارند، در حالی که تو با شکمی سیر آزاد و تندرست به هیچ کمبودی و نارسایی نظررس سالم و خوشبخت هستی. زنان و مادران را که از جهت گرفتاری ها، نارسایی ها و ناکامی ها آب دیده بر روی، غم و درد در دل دارند و نیز کودکان و طفلانشان گریان و نالان در این مصیبت آنها شریکند، پیش نظرت تجسم نما، با حیات خودت و طفلکانت قیاس بنما و فرقیت را مشاهده کن. پس شکرانه خدا را برای مهربانی، غمخواری و پشتیبانی و بخشش های بی بهایش بجا بیاور. به خود بیندیش که چگونه غرقه نعمت های فراوان و رایگان از قبیل حسن و جمال، مال و اموال، اهل و عیال، خانه و در، ملک و وطن، نور و هوا، آب و غذا، درمان و دوا و غیره و قضای خداوندی قرار داره. پس خوشبخت و خرسند و شادان و شکرگزار باش. ببینید چندقدر سخنهای هست. با شنیدن این سخنها ما امید کامل داریم که لااقل یک نفر هم در زندگی خود را اصلاح کند. ما خیلی خودمان را خوشبخت می حسابیم، زیرا این برنامه ها و این مقصد ما به خاطر شما از شنوندگان عزیز تا یک لحظه هم باشد تعب شما بالیده گردد و در زندگی برای شما یک کمک باشد. با همین برنامه امروزه به انجام رسید. دلوار سفرов بودم، چون هر وقته در برنامه بزرگان گفتن ما تکرار میکنیم. تشکر به شرکت افسر برای دستگیری چنین برنامه ها. تو پگاه، خداحافظ. 4 حرف میگم. خیر. بزرگان گفتند ما تکرار میکنیم.